یک خلبان نیروهای هوایی فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهترسالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای رویترز گفته است که ماه مارس سال 2019 اثنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کورسیکای فرانسه هم خدمتانش او را به سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر گشودند. به گفت وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح عنعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس‌ها آدمان را گمراه میکنند. به قول نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنا از این جواب قانع نبوده است. پاره ها از سناریت‌های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود. نماینده نیروهای هوایی فرانسه علاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان میگوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی درباره حادثه مهترسالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تاکید کردند که با هر گونه ظهورات مهترسالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه میبرند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند.